سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها تو این ویدیو اومدم آموزش بدم چطوری اسکینتون رو هیرو براین کنید. برای اینکه هیرو براین کنید میرین رو این قسمت اسکین ها کلیک کنید. من الان هیرو براینم. بعد میرین رو این میزنید رو اون، بعد این گزینه رو میزنید و یک کدوم از اینا که خواستین رو انتخاب میکنید. استیو، الکس. من استیو رو انتخاب میکنم چون هیرو براین اصلی. من این صفحه واسهتون باز میشه حالا با طرح‌های مختلف اینا که 4-5 سالی باز کنید بدون این میشه از هم پولا میشه. بعد شما رو این گزینه کلیک کنید بوده، بعد اینجا واسهتون باز میشه، رو این کلیک میکنید ایس. شما که میرین پایین رو اینید، شما الان این هست، اینو میزنید روش، این واسهتون باز میشه، اونو میزنید روش. اینجا الان آبیه، میتونید سفید کنید، سیاه، قرمز، هر رنگی خواستین بکنید و بعد رنگ خواستین انتخاب کنید میان بیرون و این واسه تون درست میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.